آیا می دانستید که برخلاف باور عمومی هوای سرد باعث سرماخوردگی نمی شود؟ بالا رفتن میزان سرماخوردگی در زمستان بدین دلیل است که ما زمان بیشتری را در فضای بسته صرف می کنیم و به همین دلیل ویروس ها را بیشتر انتقال می دهیم. همچنین ثابت شده که ویروس ها در هوای خشک سریعتر انتقال پیدا می کنند و در زمستان سیستم های گرمایشی در فضای بسته هوا را خشک می کنند و باعث می شوند که ویروس ها سریعتر انتقال پیدا کنند. آیا می دانستید که هسته سیب دارای سم سیانور می باشد؟ اما اگر چند دانه سیب به اشتباه خوردید نگران نباشید، زیرا میزان این سم در دانه های سیب کم است و بدن شما توانایی مقاومت در برابر آن را دارد. آیا می دانستید که مصرف بیش از حد قهوه می تواند کشنده باشد؟ این به دلیل کافئین موجود در قهوه است. البته میزان کشنده کافئین تقریباً 10 گرم است و برای رسیدن به این حد تقریباً بین 80 تا 100 فنجان قهوه لازم است. آیا می دانستید که بلندترین آبشار جهان آبشار انجل یا فرشته در ونزوئلا است؟ ارتفاع این آبشار 979 متر است که تقریباً 20 برابر آبشار نیاگارا است. جالب است بدانید در روزهای گرم به دلیل ارتفاع زیاد آب این آبشار قبل از رسیدن به زمین تبخیر می شود. آیا می دانستید که شکلات کاکائویی باعث طول عمر می شود؟ کاکائو دارای آنتی اکسیدان هایی است که قلب را در مقابل بیماری ها مقاوم می کند. شکلات تلخ 8 برابر توت فرنگی آنتی اکسیدان دارد و اگر روزانه تکه کوچکی شکلات تلخ مصرف کنید می تواند باعث پایین آمدن فشار خون و کلسترول شود. آیا می دانستید که دمای رعد و برق تقریباً 5 برابر دمای سطح خورشید است؟ دمای رعد و برق می تواند به 30,000 درجه برسد، در صورتی که دمای سطح خورشید کمتر از 6,000 درجه است. آیا می دانستید که تب برای شما مفید است؟ در حقیقت تب مکانیزم دفاعی طبیعی بدن برای از بین بردن ویروس ها و باکتری های مضر می باشد. آیا می دانستید که اگر 2 قطعه فلز در فضا با هم برخورد کنند به یکدیگر می چسبند و از هم جدا نمی شوند؟ در روی زمین به دلیل وجود اکسیژن همیشه لایه خارجی فلزات اکسیده شده و به همین دلیل به هم نمی چسبند. در صورتی که در فضا به دلیل وجود نداشتن اکسیژن فلزها اکسیده نمی شوند و می توانند به همدیگر بچسبند. آیا می دانستید که میزان ویتامین C بروکلی 8 برابر بیشتر از پرتقال است؟ این سبزی منبع بسیار خوبی برای ویتامین های A، B1، B2، B3، B6، اسید فولیک، آهن، روی، منیزیم و پتاسیم نیز می باشد. آیا می دانستید که ما به فضا نزدیکتریم تا مرکز زمین؟ در حقیقت فاصله ما تا مرکز زمین بیش از 60 برابر فاصله ما تا فضاست. به فاصله 100 کیلومتری از سطح زمین فضا گفته می شود، در صورتی که فاصله ما تا مرکز زمین بیش از 6000 کیلومتر است.